آپدیت جیکوئری اومد. تیم کتابخونه جیکوئری امروز بالاخره بعد از 8 سال تلاش نسخه 4 بتا رو منتشر کرد. شاید فکر کنید مهمترین کتابخونه‌های فرانتند ریاکت ویو یا انگولار باشن، ولی آمار یه چیز دیگر رو میگه. در حال حاضر 1 میلیون سایت پربازدید و برتر دنیا با جیکوئری ساخته شده و بزرگترین اکوسیستم رو تو دنیای فرانتند داره. جیکوئری در 26 آگوست 2006 توسط جان رزیک متولد شد و الان توی 18 سالگی یکی از مهمترین آپدیت های خودش رو منتشر کرده. بریم که با هم بررسی کنیم. اولین تغییر مهم حذف پشتیبانی از مرورگر اینترنت اکسپلورر 11 به قبل حساب میشه. مهمترین مزیت جیکوئری این بود که حتی از قدیمی ترین مرورگرای دنیا که حتی منسوخ شده بودن هم پشتیبانی میکرد. اما توی ورژن 4 دیگه خبری از اینترنت اکسپلورر 11 به قبل نیست و خود نسخه 11 توی نسخه بعدی جیکوئری یعنی 5 حذف میشه. بله، این یعنی حالا پشتیبانی از جیکوئری ادامه داره. جیکوئری یه سری فانکشن های داخلی داشت که توی نسخه 4 کاملا حذف شده. توی تصویر میتونید اونا رو ببینید. چون قبلا مرورگرا سازگاری مناسبی با هم دیگه نداشتن، جیکوئری خودش تمام فانکشن ها رو با سازگاری مناسب پیاده کرده بود. ولی خب الان مرورگرا با هم به توافق رسیدن، پس دیگه نیازی به وجود این فانکشن ها نیست. تغییر مهم بعدی اینه که ترتیب یه سری ایونت ها طبق W3C استاندارد شده. ترتیب ایونت های بلور، فوکوس اوت، فوکوس و فوکوسین قبلا توی هر مرورگر متفاوت بود. جیکوئری خودش یه استانداردی رو برای این ترتیب تعیین کرده بود که الان دیگه بر اساس کنسرسیوم وب جهانی کاملا استاندارد شده و هیچ تداخلی روی هیچ مرورگری نداره. جیکوئری همیشه سعی کرده بود که سازگاری رو توی مرورگرها حفظ کنه، ولی توی ورژن 4 دیگه خبری از این کارا نیست و تمرکزش رو روی این مسئله کمتر کرده. چون که توی سال 2024 مرورگرها خودشونو به اتحادی نسبی رسوندن و جنگای مسخره بین اونا تموم شده. توی نسخه 4 ویژگی فرم دیتا توی ایجکس پشتیبانی میشه. قبلا جیکوئری داده‌های باینری رو به رشته یا همون استرینگ تبدیل میکرد که باعث بروز یه سری مشکلات روی بعضی از وب سرورها میشد. هرچند دیر، ولی این مشکل هم توی نسخه 4 حل شده. در کل یکی از مهمترین دلایل دیگه‌ای که باعث میشد از جیکوئری استفاده کنیم این بود که میشد باهاش راحت‌تر با ایجکس کار کرد. ویژگی جیسون پی حذف شد. اصلا اهمیتی نداره، چون اگر مهم بود حذف نمیشد. جیکوئری 4 از تراستد تایپس هم پشتیبانی میکنه. این یعنی جیکوئری در مقابل حملات XSS امن‌تر میشه. ویژگی تراستد HTML و تراستد تایپس که به تازگی از سمت مرورگرا معرفی شده میتونه تا حد زیادی حملات مرسوم دام بیست رو کمتر کنه. توی آخرین تغییر جیکوئری خیلی حجمش کمتر شده. با تغییراتی که تا الان مرور کردیم یه سری فانکشن ها و ویژگی های اضافه حذف شده که سرعت لود جیکوئری رو کمتر کرده. یعنی ورژن 4 از نسخه قبلی سبکتره و اینترنت کمتری رو استفاده میکنه. علاوه بر این جیکوئری ورژن اسلیم هم از خودش رو منتشر کرده که حجمش فقط حدود 8 کیلوبایته. جیکوئری در حال حاضر فقط 2 مینتینر داره که جفتشون کلی وقت گذاشتن که به اینجا برسه. جا داره که ازشون تشکر کنیم.